سلام، خوش اومدید به یکی دیگه از ویدیوهای من. توی این ویدیو می‌خوایم با هم راجع به چگونه از سایت شماره لنگ بانک شماره های دفاعمون رو دریافت بکنیم صحبت. سایت شماره لنگ یه سایت فروش بانک های اطلاعاتی و شماره ها و آدرس ایمیل ها به تفکیک کسب و کار و شهر هاست و یک تفاوتی که با سایت ها و بانک های اطلاعاتی داره اینه که اطلاعات و در بانک شماره دفاع شما همون لحظه که شما سفارش میدین براتون ایجاد میشه. فرض کنید من میخوام که بانک شماره موبایل آرایشگاه های زنانه سراسر کشور رو داشته باشم. میام اینجا سرچ میکنم ببینید سه تا برای من بود: بانک شماره ثابتشون، آدرس ایمیلشون و شماره موبایلشون. حالا من میخوام پیامک مارکتینگ کنم بانک شماره موبایل. خب حالا اینجا سه توضیحات داده که به چه دردی میخوره، چجوری میتونید ازش استفاده بکنید. من اینجا روی دریافت تعداد شماره ها و تعیین قیمت میزنم. برای من میاد که مثلا توی این لحظه 8789 تا شماره داره که قیمتش میشه 43945 و این تعداد شماره های بروز هست و تا همین ثانیه به سایت اضافه شده. هر لحظه که شماره اضافه بشه به سایت جا نشون داده میشه و برخلاف سایت دیگه شما نباید منتظر باشید که مثلا بروز رسانی شماره 1 ماه پیشه، 1 سال پیشه یا تایم مختلف. من اینجا افزودن به سبد خرید رو میزنم بعد از که این تعداد شماره ها و قیمتش به دست اومد و اینجا هست. حالا میتونم صفحه تصویه حساب رو بزنم. تصفیه حساب رو که بزنم اینجا میتونم اطلاعاتم رو وارد بکنم. اگه قبلا ثبت نام کردید که اینجا با نام کاربری رمزتون وارد میشید. اگر نه بار اولتون هست میتونید نام و آدرس خوبی داشته باشید. تست مثلا من میذارم تست کشور ایران، استان تهران، شهر تهران، خیابان مثلا خیابان انقلاب، ساختمان و حالا کد پستی رو میخواد. حالا من کد پستی میزنم و آدرس من اینجا آدرس ایمیل رو میزنم. این رو هم اگر تیک بزنید به نفع خودتون است، بعدا میتونید پیگیری کنید. یک گذرواژه میسازه یا بساز و این گذرواژه اکانت رو من بعدا پاک میکنم و شما نمیتونید استفاده کنید. اما داخل ویدیو کپشن ویدیو یک کد تخفیف هم براتون قرار دادیم که واردش کنید به این صورت. حالا من اینجا کد تخفیفم متفاوت هست با اون کدی که به شما داریم و اینجا اون تخفیف اعمال میشه و شما اقدام به پرداخت میکنید. به پرداختی کلیک میکنید وارد درگاه بانک میشید. فقط دقت داشته باشید که اگر VPN تون روشن هست بعد اون رو خاموش کنید. حالا اینجا اطلاعات کارت رو وارد کنیم و باید
پرداخت رو میزنیم و بعد از اینکه پرداخت موفقیت آمیز باشه به صفحه سایت برمیگردیم و مشکل سفارش شما دریافت شد انقدر و اینجا میتونیم فایل که در لحظه برام ایجاد شده رو دانلود بکنیم که با دانلود اون و باز کردنش لیست شماره ها رو خواهیم دید. این نحوه ثبت سفارش روی وبسایت شماره لند هست. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. تا دیدار دیگر، خدا نگهدار.